امیدوار هستم باز هم صحت سلامت باشین. در بخش هنر قرار داریم و خوشبختانه من خانم فعال و توانا را کنار خود در این بخش برنامه دارم که خانم نورافشان کابلیان هستند که نویسنده و فعال در عرصه علمی هستند که قبل از همه حضورشان را به برنامه خوش آمدید میگم. سلام، شامتان بخیر خانم نورافشان. عرض درود و حرمت دارم خدمت شما. سلام و ستایش خالقی را سزاست که فرمانروای اقلیم و هنر است که فرصت برگزاری پروگرام امروز بر ما عطا کرد. من نورافشان هاشمی کابلیان هستم و خرسند هستم در این پروگرام با شما حضور دارم. سلامت زنده باشین. چه خوب است در ابتدا از این بگوین که سفر تحصیلیتان را از کجا آغاز کردین و هنوز هم ادامه داره و یا خیر؟ قسمی که شما گفتین نورافشان هاشمی کابلیان هستم، یک تن از دختران هدفمند افغانستان دیار کابل زمین و سفر تحصیلی من از جایی شروع میشه که نخستین سالهای عمرم بود، زمانی که 5 سال سن داشتم. به اساس اون علاقه‌ای که در وجودم بود دوست داشتم بیشتر درس بخونم، مهارت یاد بگیرم. از اون زمان جرأت خاصی در خودم حس میکردم و فامیلم همیشه مشوقه جرأت بودن و این جرأت بر من کمک کرد که اعتماد به نفسم تقویت شود و بتونم در 5 سالگی نخستین صنف مکتب را آغاز بکنم که امتحان سویه دادم اون زمان و اما قسم کم کم پیش رفتیم تونستم شاگرد اول صنف باشم و سفر تحصیلی من قسم خیلی خوب و شیرین میگذشت. دوره ابتدایی و ثانوی را سپری کردم و به دوران لیسه که رسیدم بازم مکتب را یک چند صنفش را من امتحان دادم و مثل برخلاف دیگران من در 10 سال تونستم دوران مکتب را به اتمام برسانم. و زمانی که دوران مکتب خلاص شد یعنی آمادگی لازمه که باید یک شاگرد به خاطر سپری کردن آزمون کنکور داشته باشه، من نداشتم. ولی بازم اشتیاقی که در وجودم بود سعی کردم به خودم مسلط باشم و امتحان کنکور را سپری کردم. از مقتضای الهی توانستم در رشته حقوق علوم سیاسی بخش رابطه بین الملل کامیاب شوم. و سفر تحصیلی و اکادمیک و حرفوی زندگی من از زمانی که 16 سال سن داشتم و وارد دانشگاه شدم رقم خورد و او زمان جایی بود که من تونستم با مهارت‌های حرفوی آشنا شوم و دوران خیلی عالی بود. تونستم با پژوهش آشنا شوم، مقاله بنویسم، گردانندگی یاد بگیرم و غیره و سفر تحصیلی من تا یک قسمت همین قدر بود و ادامه داره. بسیار خوب. از دید خودت نویسندگی یعنی چی؟ خب از دید من یعنی من نمیخوایم تخصصی فعلا صحبت بکنم چون بخشی که ما فرا گرفتیم رابطه بین الملل هست و بیشتر نوشته هایی که ما در عرصه اکادمیک و علمی داشتیم برمیگرده به مقالات علمی. ولی نویسندگی از دید من اونجا که زبان در مقابل ناهنجاری ها و مشکلات زندگی فلج میمونه نوشتن آغاز میشه و زندگی برای من هم همین قسم بوده. زمانی که من خیلی خرد بودم، طفل بودم، وقتی که مشکلات یا خوشی هایی در زندگی سر راه می آمد از همون زمان سعی می کردم بنویسم و از همون زمان من یعنی خودم را با نوشتن می تونستم احساس آرامش برای خودم برمغان بیارم و کم کم وقتی که من از مسیر مکتب و وارد دانشگاه شدم نوشتن به من کم کم علمی‌تر و اکادمیک‌تر شد. تونستم در انجمن نویسندگان جوان افغان با بانوی متبحر و نویسنده جوان افغان فرزانه فحص و جمع از نویسندگانی که فعلا ما نوشته هایشان را در صفحات مجازی و در ژورنال های مشهور میخوانیم همراه شوم و مسیر نویسندگی ما بیشتر تقویت شد و بعد از ختم دوره البته من دوره تونستم داستان های زیاد بنویسم، نوشته ها و متن نگاری بکنم و در این قسمت خیلی یعنی الحمدلله پیشرفت خوب داشتیم و یکی از پوینت های مثبتی که تونست به مسیر اکادمیک من هم کمک بکنه درست نویسی بود. و در ختم نویسندگی فنی که قرار داشتم وارد یک آزمون دیگری شدم و نوشتن همین گونه برای من ادامه داشت. داستان‌های زیاد نوشتم به عنوان آزمایش، امتحان، یعنی بالایشان کار می‌کردیم و استاد مورد نقد و بررسی قرار می‌دادن. اون زمان دیگه من خودم به بلوغ نرسیده بودم، زیاد به بلوغ که علمی نرسیده بودم و فکر می‌کردم هر چقدر من بنویسم مطالعه بکنم کم هست که چند داستانی که تونست به نشر برسه از ما و مورد تایید قرار گرفت. غنچه‌های زخمی، انسوی یک عمر، داستان صنم و
کوچه ما بود که داستان کوچه ما تانست در انجمن ادبی سوزن طلایی و رهبری بانو همیرا قادری و دانشگاه آیوا کاندید شوم و تانستم جزء از اشتراک کنندگان باشم که از میان 1000 متقاضی به انجمن ادبی سوزن طلایی و دانشگاه آیوا در دور نویسندگی خلاق را پیدا بکنم و مسیر اکادمیک نویسندگی ما اونجا بیشتر تقویت شد و در ختم برنامه ما تانستم با مهارت های بیشتر با قلم بنویسم. عالی است. چند اثر داریم؟ خب اگر از آثار ما بیایم صحبت بکنم، تمامی موارد را که من فعلا بر شما تذکر دادم اینا موارد بود که خودم دوست داشتم بنویسم، یعنی احساس آرامش بر من میدادن، ولی آثار ما بیشتر اکادمیک و علمی هستند چون ما در بخش رابطه بین الملل و دیپلماسی درس خواندیم و بیشتر مقالات علمی می نویسم و چندین مقاله ما به ژورنال ها پیشکش کردیم که مقالاتم بیشتر در بخش علوم اجتماعی و علوم انسانی هست، در مورد آموزش دختران افغانستان هست، در مورد نظام فعلی و غیره. تا جایی که فکر میکنم شما یک زمان ترکی هم تدریس میکردین. از تدریستان که برای ما بگوین که زبان ترکی را زمانی که تدریس میکردین، از خاطرات جالبتان، از این که چطور تانستین زبان ترکی را خودتان فرار بگیرین و بعدش بتونین که تدریس بکنین. در مورد لسان ترکی اگر بخوایم صحبت بکنم، من فکر میکنم هر چقدر ما بخوایم بالای مهارت های خود در زندگی کار بکنیم کم هست و لسان ترکی را من به اساس علاقه وافری که برای لسان داشتم و دوست داشتم تحصیل ما در کشور ترکیه ادامه بدم، خواستم فرا بگیرم در آموزشگاه لسان ترکی افغان ترک. زمانی که فرا گرفتم یک سلسله چالش های سیاسی کشور باش مواجه شد و نظام تغییر خورد و او زمان من ترکی را یاد گرفته بودم ولی زمینش بر من یعنی فراهم نبود که من بتونم بورسی تحصیلی بگیرم یا تحصیل من در خارج از کشور ادامه بدم. صنف دوم دانشگاه بودم و سعی کردم یک اقدام مثبت داشته باشم. او زمان وقتی بود که همه مردم در یک نوع کشمکش، در یک نوع انزوای فکری به سر می بردن. مردم واقعا یک شاک را تجربه کرده بودن و به دعوت یا به پیشنهاد نهاد نیشن انالایزز بر ما پیشنهاد دادن که اگر شما مشتاق باشین با ما کار بکنین، البته به شکل رضاکارانه. من پذیرفتم و حدوداً 1000 شاگرد داشتم در بخش لسان ترکی که دوره را موفقانه در سیما برگزار کردیم و یکی از دوره های عالی و تجارب عالی زندگیم بود. نخستین تجربه کاریم بود و شاگردایی داشتم که نسبت به خودم سنشان بیشتر بود ولی هیچ وقت خوش نداشتم هویت مفاش بسازم، فقط میخواستم امو داشته هایی را که دارم منتقل بسازم و خیلی مثبت ارزیابی شد الحمدلله. بسیار خوب. تا جایی که ما آگاهی داریم شما مؤسس یکی از وبسایت ها هستین به خاطر نویسندگی. کمی روی جزئیات برین که چگونه این وبسایت را ایجاد کردین؟ خب وبسایت Young Writers Talent یکی از وبسایت هایی هست که به خاطر رشد استعداد نویسنده های جوان و اطفال افغان ما به همه هدف را تأسیس کردیم و اساس گذاشتیم. زمانی که من این وبسایت را ساختم سال 2021 بود و سال 2020 بود ببخشین و او زمان کم کم خودم رو به نوشتن آورده بودم و وقتی که دیدم یک انگیزه خیلی جالب سبب شد که من این وبسایت را تأسیس بکنم. یکی از روزها از مسیر دانشگاه میگذشتم، یکی از اطفال جاده‌ای را باهاش مواجه شدم که می نویسه و وقتی که نوشته هایش را دیدم و دیدم که زمینه از این نداره که بیشتر درس بخوانن، یعنی او استعداد عالی و ژرفی که در وجود از اون نهفته بود اصلا شاید همونطور سربسته مانده بود. خیلی با خود گفتم ای کاش من بتونم یک نهاد ایجاد بکنم که از این اطفال بتونه توسط این نوشته هایشان حمایت شوند، حداقل بتونم برشان حمایت مالی بگیرم از یک جای. و خلاصه هدف ما امی بود که بتونم بیشتر اطفال که استعداد دارن ولی نمیتونن خودشون را رشد بدن کمک بکنم. وبسایت Young Writers Talent را ایجاد کردم با جمع حدوداً 3 دختر خانم و 2 آقایی که در این بخش با ما همکاری داشتن و خودم در رأس قرار داشتم و در وبسایت نخستین کاری که کردیم ما تمام نوشته هایی که مثلا از خودم بود، از همکارایم بود، یعنی اونا هم تمامشان تحصیل کرده بودن و از نویسنده های دیگه که من میشناختم و از طریق ارتباطات حرفه‌ای با ایشان صحبت کردم، اونا رو گفتیم که اگر شما نوشته هایتان میخواین ترنسلیت شود در وبسایت گذاشته شود، این میتونه بر شما هم یک دستاورد باشه و ما میتونیم وبسایت به ژورنال برسانیم و حداقل به
کسایی که در این بخش فعالیت میکنن نوشتهایشان هم میمانن، هم حمایت معنوی داشته باشیم هم حمایت مادی. و اطفال جاده‌ای را ما نوشتهایشان را تا بعضیشان را میرفتم سر میزدم بهشان، حمایتشان میکردم، نقد میکردم، کوشش میکردم که کمی بتونم نوشته‌های کودکانه و شیرین اونا را علمی تر بسازم و بتونم نشرش بکنم. خوشبختانه خیلی موفق پیش رفت و ما تونستیم در وبسایت یک آرشیو عالی طرح بکنیم که به سنین 7 تا 25 سال اختصاص داده شده بود. ما آثار خودم اونجا تونستم جا بدم، ولی به سبب ازی که متاسفانه جواز نتونستم بگیرم از افغانستان و شرایطش فراهم نبود، چون اصول فعلا قسم ما میفهمیم مساعد نیست، به همون دلیل من نتونستم کارهای وبسایت را به شکل قانونی در افغانستان پیش ببرم و این بر من یک چالش شد و فعلا به شکل آنلاین پیش میبرم و آثار و نوشته های خودم را در بر میگیره و سعی میکنم محافظه‌کارانه پیش برم. عالی است، واقعا فعالیتاتون خیلی عالی است و ما همه سرتان افتخار میکنیم. تا جایی که آگاهی داریم شما مسئول رهبری یکی از اکادمی ها هم هستین. در مورد اکادمی که معلومات بتین و یکی چگونه تانستین رهبری اکادمی را به دست خود بگیرین؟ اگر ما قرار باشه خودم را مسئول یک نهاد اکادمیک رهبری بدانم، خودم را خیلی کوچک احساس میکنم، به خاطر که ما تا حال در حد نرسیدیم، ولی علاقمندی وافر بر بخش رهبری داشتم. چرا که امروزه اگر ما بیایم از رهبری در برای قشر زن صحبت بکنیم، شاید برخوردهای ناخوشایند باشه، شاید سوء تفاهمات در جامعه ایجاد شود که نتونیم اون را درست تعبیر بکنیم. ما دوست داشتم رهبری را بیایم با مو شکلی که هست معرفی بکنم. قسم که ما میفهمیم در دین مقدس اسلام بهترین رهبران زن را ما داشتیم که نه در اروپا وجود داشته، نه در شرق غرب و در هیچ جایی نبوده. خدیجه الکبری بوده، ام سلمه بوده، خانم حضرت محمد صلی الله علیه و عایشه، اینا بودن. ما رهبری اینا رو مطالعه می‌کردم، همیشه در مورد از اینا مقاله می‌نوشتم و در چندین اکادمی رهبری وقتی که ما باش مواجه می‌شدم، بیشتر اونا میگفتن که در افغانستان و در اسلام جایگاهی بر رهبری بر زن وجود نداره. خواستم با این دیدگاه ما استادگی بکنم، مقاومت بکنم و بگم که اسلام خودش الگوپذیرترین زنان را داره که اونا خودشان رهبر بودن و هیچ کس نمیتونه چی در عرصه تجارتی که مثلا خدیجه الکبری است، چی در عرصه سیاسی که ام سلمه یا عایشه رضی الله تعالی عنها استادگی بکنم. خواستم میره معرفی بکنم، ولی بازم دوست داشتم که نگرش ما کلی باشه، هم به جهانی باشه، اسلامی باشه، غربی باشه، همیشه در بر بگیره. و در این بخش ما در چندین اکادمی و مؤسسات خارجی در بخش رهبری درس خواندم. موفق ترینش بر من وومن لیدرشپ اکادمی در نهاد ایلسوم مؤسسه مطالعات حقوقی و اقتصادی افغانستان بود که من تونستم حتی مدیریت برنامه ها رو به دوش بگیرم و جزء از دستاوردهای خیلی خوبم بود که من واقعا قلبا بهش افتخار میکنم. بسیار خوب است. از طریق مؤسسه ایلسو گفتین برگزار شده بود، رقابت بود و یا هم شما مستقیم تونستین را پیدا کنین؟ خیر، بر اساس شایستگی بود. ما چندین پروسه دخترای را شناسایی میشد. این برنامه که تمامشان باید اینترویو می داشتن، لسان انگلیسی برش مسلط می بودن، اونا میتونستن توانایی صحبت کردن را حداقل در مقابل یک جمع داشته باشن. از طریق شایستگی بود در نخست خودم راه پیدا کردم و زمانی که اونا مرا مثبت ارزیابی کردن سعی کردن که خودم با ایشان همکار باشم. دقیقاً. و مؤسسه ایلسو همیشه به خاطر شکوفایی جوانان همکار برام سپردن. دقیقاً هم قسم است. باز هم افتخار میکنیم بالای شما. در مورد بورسیه EBU که بر ما معلومات بتینین که چگونه بورسیه است؟ خب من نمیخوایم مغرق بکنم، ولی جز از دختران هستم که با وجود یعنی چالش هایی که شاید در زندگی شخصی ما بوده، شاید در زندگی اجتماعی بوده، همیشه سعی کردیم به نحوی از آنها مهارت های خودم را رشد بدم. EBU یا European Business University یکی از نهادهای اکادمیک قبول شده است که از سراسر جهان دانش آموزان مختلف در اینجا درس میخوانند. بیشتر بخش‌های تکنولوژیکی را مورد پوشش قرار میده و جز از افتخاراتی که من میتونم برای خودم و بر دختران سرزمینم ازش یاد بکنم به عنوانش 113 دختر نیست تونست در پانتون مشهور اروپایی که در شهر در کشور لوکزامبورگ موقعیت داره راه پیدا بکنه و بورسیه بگیرن که خوشبختانه ما افتخار داریم. نهاد فیمستک ارگانایزیشن سپورتر مالی برنامه بود و دخترانی که علاقمند بودند بعد از سپری نمودن یک سلسله مراحل که میتونست معیارها و همو شایستگی اونا را تشخیص بده تونستن به این پانتون را پیدا بکنن و فعلا مصروف درس خواندن هستن و من بخش را که سلکت کردم و فکر میکنم یک مقدمه خوبه به خاطر ادامه تحصیل برای من میتونه باشه. استراتژیک منیجمنت هست که خوشبختانه بخش انتخاب کردیم و جدیدا دروسش را آغاز کردیم و جا داره که یک سپاسگزاری وافر
از نهاد فیمستک وردواید داشته باشم که در این بخش به مسابقه نور عمل کردن و امید بخشیدن بر ما. سلامت. اگر حرف گفتنی در آخر داشته باشین شما و کامراهای ما. خب من فکر میکنم حرف داشتم و حرف هر چقدر بخوایم برای دخترای کشورم برای جوانایش داشته باشم کم هست، ولی فقط میخوایم ما قدر بگیم که زندگی یعنی زمان و زمان یعنی فاصله میان آذان تولد تا نماز مرگ و تنها انسانای خوشبخت هستند که از این زمان ناچیز استفاده درست میکنن. هیچگاهی نباید چالش هایی که در زندگی باش مواجه میشیم اونها را قبول بکنیم، چرا که خداوند خودش در قرآن عظیم الشان میفرماید که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا گمان میکنید ما شما رو بیهوده آفریدیم؟ سیر رسالت ما در دنیا هیچ وقت به اساس از این نیست که ما بدون هدف زندگی بکنیم. ما از جوانای کشورم، از پسرها و دختران میخوایم که در زندگی هدف داشته باشن، هدف تعیین بکنن و به اساس اهدافشان مهارت های خودشان را رشد بدن، سعی بکنن به مثابه الگو عمل بکنن، از الگوهای مثبت استفاده بکنن و به آرزوهایشان نزدیک شوند. سلامت و سربلند مانا باشین. تشکر. زنده باشین. سپاس باز هم از حضورتان در برنامه. بله دوستا، این بود بخش هنر که خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستم مورد توجه شما همچنان قرار گرفته باشه و در این قسمت برنامه جا داره که سپاسگزاری بکنم از برند النور الحجاب بابت تهیه لباس‌های ما و همکارانم. شما دوستا هم اگر دوست دارین از این گونه حجاب‌های زیبا خریداری بکنین، حتما سر بزنین به گلبهار سنتر منزل سوم و حال دوم و از حجاب‌های زیبا خریداری بکنین. این بود داشته های امشب برنامه شام یک که خدمت شما تقدیم کردیم. ساعت هم 8 شد. ناگزیر از حضور گرم شما مرخص شویم تا ای که ما یلدا میرزاد با جمعی از همکارانم خدمت شما فردا شب دوباره برمیگردیم. خدا نگهدار.